شما شکم خالیشو بر کنید. بر کنید. سایسه. اوه به قول شکست. یه دوری قارش پیدا کردم منزه جسته. چیه؟ این چی؟ سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ما دوباره اومدیم. مرسی که انقدر دوستمون داشتید. مرسی از استقبالتون. حالا که انقدر دوست داشتنی بودین، گوشتمون شیرین بود، گفتیم دوباره براتون یه ویدیو درست کنیم. این سری مرد. شما بیا کمک کن. نه قرار بود نه قبلش هماهنگ کردیم. گفتیم بگو سلام خوبین، سمیرا هستم، بعد من بگم بهزاد هستم. میدونین دیگه هستین دیگه. بابا دارم یه دونه ویدیو کلا دادی. یه دونه ویدیو کلا دادی. مدلی فیمسی. خب حالا فیمس. خیلی خوشحالیم که باهاتونیم. شما کی هستی؟ میشه خودتون معرفی کنید؟ بهزاد هستم. من سمیرا هستم. دیگه میشناسین دیگه. خیلی معروف شدیم. خب امروز چیکار کنیم؟ مرغ شکم پر. بچه‌ها این باسن گوسفند میده قشنگ. گوش بده. دستورالعمل استاد. دستورالعمل با آقا بهروزه. بفرمایید آقا بهروز. بلند. خب بهروز جانم آمد. سلام آقا بهروز. باورم نمیشه. منور فرمایید. شما کجا اینجا کجا؟ خب امروز چی می‌خواید درست کنید برامون؟ مرغ شکم پر. پیتزا. تو مرغ جلومه دیگه. من دیگه میگه چی می‌خوای درست کنی؟ مرغ. شکم خالیشه. نه. ما بکنیم این تو. چی رو می‌خوای بکنی اون تو؟ چیزا رو. سوسیس. شوخی جنسی ظریف. فقط بعدم میاد اینجا شوخی‌ها. خب شما مرغ کلاسیک، شکم پر کلاسیک، خوشمزه شمالی هم دیگه بالاخره بعد اینو خوب درست کنم. سوشیه حالا بعد چیکار میکنید؟ چی میریزی داخله؟ من سبزی به این گفتیم چی بگو. دو نفر این پشت منتورش بودن ها. اینجوری داره سرخ سفید میشه. تو بگو که با دستورالعمل من درست کنید. با دستورالعمل من باورم نمیشه. شما شکم خالیشو بر کنید. بر کنید. نه شکم پر درست کنید. شما شکم پر درست کنید. خیلی ممنون. با سبزیجات، شما هم که با سوسیس کارباس. خب بعدش چی؟ بعدش هم یاد انجام بود. من یادش رفت. نگاه میکنم. آره برو تو متن تو ببین. چیکار کنیم آقا بهروز؟ مرحله اول. خب شما یه ذره با مرغ یه ذره بمالید مرغو. بمالیم؟ احیانا اونجا ننوشه ماساژ. بچه‌ها میگم ماساژ بده. این چیه مال تو هم از اینا داره؟ بهزاد مرغو کیلو چند خریدی؟ نمیدونم. گودو. ماساژش بدیم. بای بای. ماساژ. بهزاد یه ذره چی؟ حواستو جمع. قلنجشو در کنیم. قلنجش. سایسه. اوه به قول شکست. یه چیزی شکست جدی بچه‌ها. کلا متلاشی کرد مرغو وسط پهن کرد. آقا بهزاد دنبال چی می‌گردی داخل مرغ؟ توضیح بدم. نمیذارن. من چرا دارم با اینا؟ من هیچ حرفی نمیزنم. مرغ شکم پر مال من کلاسیکه. آقا بهزاد قراره که فست فودی درست کنم. اونجایی که عاشق و چاکر فست فوده قراره فست فودی درست کنم. این تو دیالوگات نبوده. حالا خواستم یه تیکه بگم. بچه‌ها اسپانسر این سریمون کره‌های پاک هستش. خیلی ممنونم ازتون پاک که بیایید دیگه خودتون. خیلی دستتون درد نکنه واقعا. ما احتیاج داریم. یه اسپانسر ویژه داریم آخر برنامه میگم. یه اسپانسر هم داریم که یه خود شوخی داشته مثل اینکه باهامون، ولی چیه؟ هایزم نیست. هایزم. این قرار بود شوخی اسپانسری مال من باشه. ببین این همون هیزمه که لهجهش بریتیشه. هایزم. خب آقا میشه وسیله من بازی نکنی؟ باشه. خب چیکار کنیم دیگه آقا بهروز؟ یه چاقو مثلا بردارید. چاقو رو چیکار کنیم؟ خب بالا شاید بگیریم؟ نه من بگم. آره دیگه. اول میدونم گردنشو ولی بذار بزنم. نه بزن هر کاری میخوای بکنی. خیلی گردن زشتی داره. ولی بچه‌ها باسن نه نشیمن باسن خوب چی میتونیم بگیم؟ پشت ته مرغ، انتهای تحتانی مرغو
ببرین. من نمیدونم میبینید یا نه بچه‌ها. شاه که منشوریه. آها نه شاه اصلا. چقدر خوب جمعش کردی. باکلا. اینو میدونم که میدین پیشی بخوره. خب من اینو میخوام اینجوری خوردش کنیم. نه من پس دوست اینجوری میخوام خورد کنم. کار خاصی ندارم. گیشنیز و جعفری خورد میکنم. مرغ شکمپر غذای ساقش هم میخوری تو مرغ باشه؟ شمالیه. اینا هرچی میگن شما گوشم به من توجه کنید. غذای اصیل شمالی. منم که شمالی عاشق غذاهای کجای شمال؟ شمالی. اصلا داری محاوره میکنی. مازندران. یس. مازنی. کاشان. خب. غذای کاشان چیه میدونی؟ گوشت و نخود. گوشت و نخود؟ گوشت و نخود، گوشت و لوبیا ببخشید، گوشت و لوبیا بیشتر. گوشت و لوبیا چیه قرمه سبزی؟ گوشت و لوبیا. کاشان گلابگیری بیشتر. سمیرا دو تا این باشه جا میشه. مرغ من مرغ هرزه‌ای بوده. راحت جا میشه توش. جا واسه بقیه وسیله هم بذار دیگه. فلفل کلا دلمه. وسیله‌ای ندارم دیگه. بیا بذار یه دونه قارچ پیدا کن. نمیخوای بهش بزنی؟ یه دونه قارچ پیدا کن منزه جستت. چیه؟ این چی؟ من قاشق رو نشستی یه کار بهت دادیم ما. ببخشید. به حق باشه واسه. شما احیانا نباید یه قارچ بریزی، سنتی قارچ نمیریزن. بیا همش ماند. نه جدی. نمیخوام بریزم که. به نظافت هم امتیاز میدی؟ اگه به نظافت امتیاز بدی که 100% به حساب رد میشه. یه ذره تند کنم مرغ رو. موافقین؟ یه سری فلفل دارم اینجا. کی پرسیدی الان؟ کی داری میپرسی؟ از دوستام. خیلی سوسکی داره باتون ارتباط برقرار میکنه. خیلی سوسکی. سیرم کو؟ ایناش. دیدین؟ چه چیزایی دیده بودم من ویدیو اینا بذار. اینطوریش کن. فکر نکنید خودش داره میاد و حرف میزنه. یه نفر اونجا داره بهش میگه چیکار کنه. صداش فکر کنم بیاد تو دوربین. توی میکروفون. به به. اینا که واسه خودش داره یابو آب. خب مرحله دوم چی بود؟ من به سیر دست میزنم ناخونم درد میگیره. منم به سیر دست میزنم ناخون ندارم البته. خب بچه‌ها چیکار یادشون بره؟ لایک، کامنت، سابسکرایب. این 20 تا باید بزنی. خدا 3 دفعه باش هماهنگ کردم. آقا رضا ما که نفهمیدیم شما چیکار کردید. سعی می‌کنم شما یکم توضیح بدید بابت غذاتون. بله. خیلی با لطافت و آرامش همونجور که داور عزیزمون خواستن اول با مرغمون صحبت کردیم. دوست شدم باش. خیلی دوستیم ما هم. بعد گیشنیز و جعفری و گردو و سیر زیاد. یعنی یه بوی سیری اینجا بو شمال میاد. خب بعد چیکار میکنیم؟ پیاز. یه کار اینطوری دیده بودم. دلم خواست. دیگه خراب شد. کنسل شد. چی کردم ولی دیدی؟ من چه کردم؟ دیدم. گوسفند میده این بچه. بذار این دوناشه. چقدر پیاز بنفش دوست داشتنیه. من بغضی شدم اصلا دیگه. بزرگی شده. اسم آقای نوید محمدزاده اومد. از ایشون دعوت میکنیم تو برنامه بعدی مهمون ما باشه. خیلی اتفاقی. بچه‌ها گوجه رو اینجوری میریزیم توی این کاسه. به من گفتن توضیح بده مراحل تو. میریزیم توی کاسه فلفل دلمه سبزا رو. گیشنیز جعفری. تا حالا مرغ فست فودی خوردی؟ نه من پیتزا خوردم. مرغ خوردم. با هم پیتزا با مرغ بخورم نمیدونم. چجوری خورد میکرد یارو تو چی؟ من یه آموزشی دیده بودم جدی میگم. من هنوز دارم اشک میریزم. خب بیا بسش اینجوری بگیرم. خداییش خوشگل شد. بزی قرار بود سس خردل و باربیکیو اینا هم بزنی بهش. اسپانسر بعدی برنامه جلسه.
خیلی متشکرم. همراه همیشگی ما دو سریه داره ما رو دلوسه همراهی میکنه. خیلی ممنون. همینجور عشق میریزم بس بغض کردم مثلا این دلوسه قاشق نمیخواد؟ چه چالشی مد نظرتونه استاد؟ میشه مرغ شما رو ببینم؟ به این زاویه نه جدی همون قده؟ آره بابا بیلبیلکش ادا در میارن تخم میذارن پس دلوسه همراه همیشگی لقمه آخر. خوب گفتم؟ اسم کانال چنل رو نگفتیم. چنل لقمه آخر. اولش باید میگفتیم به لقمه آخر خوش اومدید. چرا نگفتیم؟ گفتیم دیگه نداره. اشکال نداره. مرغم هم قاره. اینم همینه؟ همونه. نه اینجوری داره پر میکنه. میمون بازی جزو برنامه نبوده. آقای تحقیق‌گنجا در تعادلته؟ چی میگن؟ تمرکزته؟ نه پر شد. به خدا بردیم. ادا بود. چی شد؟ از اون من الان میزنیم بیرون خودیم یه ترفند بهت یاد بدم بزیر. اونا چه گناهی کرده دست آقا رضا افتاده. من ترفندم. آخرش بگید من گفتم اینجوری شد. نه. درک. بله. برای اینکه نزنه بیرون میکنین تو خودش. چیو؟ جدی دارم میگم. یه خود مقاومت میکنه. ما با هم دوست شدیم، ما با هم صحبت کردیم. نسوزم بیارم برای کی ترکه اینجا سنی دیرم یعنی چی؟ آبه روز با شماست. یار یرنده تو ظلم. چه ربطی داشت؟ خب چه ربطی داشت؟ یه ذره فشار میدیم که این خیلی پرملات بشه. کردی آقا بهزاد. خب طور اینجا من دستم بشورم. من از اینا داشتم نمیدونم چرا نیاوردم. شیکن باش خانم اینو پایینشو چیز کن. چه کنم؟ من ببر. بعد از این دوخ به نظرت زوده به خودم بگم آقای دکتر یا تو بعد از این دوخ بگو امیدی هست که این به زندگی برگرده یه ذره سالم زندگی کنه یا نه عدس رفت مرغ در اومد و خیلی گره بزنی انگار. کره دوست دارم. دست و دل بازانه کره بزنین. دم مختره کره گر. مختره داره؟ کاشف داره کره؟ چیکار میکنه؟ غذا رو چیکار میکنه؟ بچه‌ها به صد سوسکی داره کامنت میگه. چقدر تو خری آخه؟ نباید بگی که ایشالله که دیگه در نمیره این. آخ چون گیر کرد بچه ها. بالاخره گیر کرد. خب سمیر دوربین. این فلفل انقدر تنده که من هیچ جوره خب نریز دیگه چون یه سری عوامل پشت صحنه آلرژی دارن. کی نمیخوره؟ تو خیلی حالا یه دونه میزنن. خوشمزه است. خب خانمم میبینید تند نمیخوره. بچه‌ها ما این عوامل پشت صحنه زیاد داریم ما برنامه ولی بهتون میگم اگه تند خورین از این فلفل حتما بگی. من اصلا جرئت نمیکنم حتی بدون دستکش بهش دست بزنم. هر چقدر دستتو بشوری تندیش نمیره. من بهش چی میگن؟ کناری؟ عنابی؟ خیلی چیز مردیه. یعنی این نخه رو میسوزه تو فردیگاره؟ نه بعدش در میاری. خب یعنی نمیسوزه تو فر به نظرت؟ اینو ببینین مرغی دوختم باسن مرغی دوختم بیا ببین. کاش لال شی بذار. نه واقعا خب آقا حالا کاری ندارم محابر است بچه‌ها همه نمک خیلی این ورش بازه همش.
ببین به نظر من پشت مرغ باید انقدر باشه. جدی خوبم خوشش داری. بس چی؟ یابو دارم آب میدم. خب ما رو یادتون نره لایک کامنت سابسکرایب. خب تا کجا پیش رفتیم؟ این نوره ضعف تأخیر روشن شد بشکنت ضعیف. خب قوی بشکنت. ببین مرغ از زیر بغلش بو میده. مرغ کثافتی بوده. آره اصلا مرغ اینا بوده که اسپری میزده. بچه‌ها 2 تا سینه سی یه دونه اینور. منم الان میخوام پوست مرغو بکنم. اینو از یه آشپز گرجستانی یاد گرفتم. او آره میخواد زیر بغل تو بذارم. خب بذار اینو چیکار کنیم؟ اونو نباریش کنی چرا میباری؟ ما اینو میذاریم این تو، این بیاد جلو، اینو میذاریم این تو. من بعد پنیر پیتزا هم بریزم قاعدتا، ولی خب چون پنیر پیتزا هم بریزم میسوزه یهو جدی شد. خب روی این حساب چیز بکنم گوجه بچینیم بغلش جا داره بچین. خب من یه 2 تا گوجه برمیدارم. چقدر جدی دارم کار میکنم. بعد این چی بود اسمش؟ پول بیبر. اسمش سوما افسری باید بپرسی؟ یادم رفت چی بود؟ خب جدی بهم بگو. پول بیبر. پول بیبر از پول میاد؟ چون تو خیلی دوست داری. چقدر من با این درگیرم. چیزی اضافه نیورده بودی؟ تو همه رو چپونده بودی تو مرغ؟ نه بابا جا نمیشه، مرغم پاره میشد. خب کنارش بچین. نه دیگه نمیخواد. چرا؟ آره بیا منطقی حرف آدم، این حرف حساب تو آدم کمکش نکن. چرا کمک میکنی؟ هم امتیاز بدم. امتیاز؟ حالا اب نداشت. تو کره رو اینجوری مالیدی به خود مرغ؟ من میذارم زیر پوستش. نه من میذارم روی پوستش. از اینا زعفرون نابی. اوه مرغ بهزاد انگار زدنش. سرخ دوست نداری؟ یه نکته بگم حالا اگه بذاره بهزاد، این زعفرونو خوبه که توی مرغ 2 ساعت طول میکشه تو فر بپزه دیگه. بله نیم ساعت یه بار در بیارین با همین براشا، یه ذره یه تاچی برین روی. چی شد گفتی بهزاد اجازه بده؟ نمیذاری اینقدر مسخره بازی در میاری، اصلا نفهمیدیم چی درسته. منظورش این که زعفرون بزنید. بده منم بزنم یه ذره. آره. آه راستی بچه‌ها اینم از آخرش. خب زعفرون اوه بسته دیگه، یه زن واسه ما بذار. من رنگ مرغم خیلی خاصه، صورتیه. آره من این سینی بچه‌ها زعفرون باید زیاد بریزید به نظرم. ولی کجا معلوم مرغ یا خروسه؟ فرو نزدیم گرم شه. از میدم هم خانم سمیرا جوابتون رو بدم. یه سوال خیلی خوبی. بگو عزیزم. برای کجا میتونی بفهمی مرغ یا خروسه؟ از هیچ جا. وقتی لباسشون رو در میارن دیگه نمیفهمی چیه. برای من قطعا مرغ بوده. چرا؟ خیلی گشاد بود بنده خدا. نداریم خروسه گشا؟ نه رو چه حساب داریم؟ بیارم بهت نشون بدم نمونه. این هست. این هست. مرغ نارنجی، مرغ صورتی، خواهران غریب. نش هنوز چیزه، باز هنوز. بابا تو کشتی ما رو. بیشتر تدوینگر چرا باید بوق بذاره. خب بریم. خب 2 ساعت میره تو فر. 2 ساعت این مرغا میره توی فر. ما اینجا ذره تر تمیز کنیم، مرتب کنیم. آماده شد که واسه خوردن مزاحمتون. یادتون نره که حتما زعفرون بذارید. من فکر کردم خود بگه لایک کامنت. اونو گوشم تو بگی. نه دیگه نور دست آقاست که نیستش. مرسی از آلتون که اسپانسر برنامه‌مون شده. فرشو در اختیارمون گذاشته.
خواهران غریب میرن تو فر واسه 2 ساعت. خب ما برگشتیم با مرغ. با مرغ. خواهران غریب بریم بیاریم. اوف یا تمام خدا همه پیغمبر رو دو چی شد؟ خیلی داغه، میدونم. پوستتو میکنه. خب چنگالو بکنیم تو مرغ و بکشیمش بیرون. بیا تو بردار بعد من بردارم. اونو به حساب انگار ایزومامش کرد. کمک کنم؟ کمک کنم؟ نه هیچ. برو که چه روش قشنگی. چقدر باریکلا آقا بروز بیا. چقدر پنیر. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خب بریم. اسم کانال چیه؟ لقمه آخر. جمع آخره. خب آقا بروز تشریف بیار. میخوام برات ببرمش. آقا به دهنم راه افتاد. خب الهی مرغ دوست داره. داور مرغ دوست داره. اولونجیش به نشکنی. راست میگه که متلاشی کرده بودی مرغ تو. چقدر خوب پخته. تو چی زده بودی؟ آه سوسیس کاربوس. فقط اینجا رخ و بنوما. بده من اونا رو. شاید ظاهر جذابی نداشته باشه ولی قطعا طعم جذابی هم نداره. ظاهرش هم جذابه. نه بوی جذابی به نظرم الان داره نه طعم جذابی. چرا؟ نمیدونم خوشم نیومد ترکیب سوسیس و مرغ. تو قبل یه بازگاهی خوب بود. دوبین نکن. خودم دارم میگم بوش افتضاح نیستا. خوبه. سوسیس دودی و مرغ به نظرم خوب در نمیاد. چه بوی ترش باحالی داره. ببخشید. به خدا کاش بودین بو رو حس میکردین. نه سوزی غذا داغ نمیخوره. خیلی ادا داره. شوخی های ظریف. آره چطورم؟ خوبه مزه مرغ میده. وایسا پس اگه مزه نه وایسا سوسیس این دیگه سوسیس که میتونی. ببین بذار یه چیزی بهتون نشون بدم. مرغ خیلی خوبه. انقدر خوب پخته. اینجا رو داشته باشین. خیلی هم داغه. اینجا رو درد نیم. یعنی دنبه پنبه. حالا اینجا رو داشته باش. آیا فیلم برداری این ور زنی داری نمیاد. این ور نمیاد. بچه‌ها میگن دوربینشون ثابته. این ور هم مثل دنبه است. ببین اوف یه چیز که استخون زد بیرون. بیا خب بروز کجاشو میخوری؟ بیا من این منو خواهم. اینجاشو میخوری؟ چطورم؟ استرس دارم. چقدر استرس دارم. خب این چی اصلا خوردی غذای منو؟ آره صمیم بود. شروع نکنیم. همین اسپانسر. این از مرغمون. ما رو همچنان دنبال کنین، سابسکرایب کنین چنلمونو. لایک کامنت فراموش نشه. خیلی داریم زحمت میکشیم. اسپانسر شید برامون. گناه داریم. نه اسپانسر نمیخواد. پول تا صبح است. پول تا صبح برای همه رو میخریم میفروشیم. نه واقعا ممنون که ما رو تماشا میکنید. حتما برامون تو کامنت ها بنویسید نظراتتون رو. نظرات خوب بنویسید. صحبتی نداری؟ من هیچ صحبتی. غذاتون خیلی خوب بود. خیلی ممنون. شما هم خیلی خوب بود و مرغش خوب بوده. غذا جدید بود دیگه. خیلی دوستتون داریم. ولی خب سوسیس و کالباس هم اگه کم کاستی هم بود ببخشید. داریم سعی میکنیم روز به روز بهتر بشیم و ویدیو نسبت به ویدیو قبلی پیشرفت کنیم. امیدوارم که راضی باشید. خدافظ. خیلی دوستتون داریم. خدافظ. شم تو خیلی غذای خوشمزه. این مال کیه؟ ببین یه پیشنهاد بهت بدم جدی. ببین جدی کونه مرغ منو بکن تو کونه مرغ خودت اینجوری ببین. باسن اصلا با آدمو خورد میکنه. اولا که این مرغ دیگه نمیتونه بخوابه. ایستاده باید باشه. دوباره من پنیر نریختم. ای بچه‌ها روغنش داره میچکی. این چیه؟ این چیه؟ اتو مو آوردی؟
من اونجا گفتم باسن مرغ بد بود، تو گفتی چرا خری اوکی. خر حیوان مگه بده؟ چرا داستانی که شنیدی مثلا همدیگه رو ضایع میکنن بعد جالب میشه، اون مال وقتی که مثلا طرف با دوستش و دوست دخترش میره بیرون، نه مال الان که بچه صدای موتوریه که میاد. کیفیت پنجره ها شیشه داره. متاسفانه اسپانسر پنجره پیدا نکردیم هنوز.